салом алейкум аз шаҳри левакан мардуми шаҳри тоҷикистон. барои чӣ имрӯз Ашуров Ҳусейн гапое ки зад зидди Муҳаммадибои Садриддин ман гуфтан наметавонам. якмаш ман имон дорам, бадимаш ман мард ҳастам. тамошо мекунем чӣ мега Ашуров Ҳусейн. ما اقبال گپ زدگی نیست. همه اقبال برادرت هست. اقبال برادرت هست و هم عقیده‌ت هست. ما همه اقبال هم بگم میتونم ای بروش گوش کیا مینوت. اعوذ بالله. ما اوچای محمد بگم ای اوچای ترا ما خدمت او آدمایی که باور نمیکنین مینویسین زنگ میزنین سقوفایو تهمت کردید. تماشا میکنیم چی میگه اقبال برای Ашуров Ҳусейн. که قطعی اونو بحث میکنید حقارت نکنه اقلا، یعنی که در قفا خشرو گام میزنه و در پیش دیگران میره. من اگر در اینجا بودم یعنی که برادر حسین جان بگم در قفا برام زن هر تقارت کنم غلطه. این ایمانداری من دولت نمیکنه یا در قفا تو برام هر گپ بزنم. یکی من آشکارامم یگای پنهانم یگای، یعنی تری نیست. من منافقی ندارم که در پیش خطی زنگ بزنم بگم برادر جان اقفا برام زن تا گوش حقارت کنم. برای میرسن هر یک گپی که حتی با نزدیکترین آدماتون گپ میزنه حقارت میکنه میرسونم که فلانیش گپ زدونم ترید گفت میرسونن با هم گپا با من. یعنی که به همون خاطر بهتر است که هر چیزی که آشکارا گپ میزنه در پنهاناتون هم یعنی که نمیتونه کنی. یا موفق نبودنی یعنی که بعضی از برادران همین است که دروه هم، یعنی من درویه نیستم. همین در همین جمع گپی گفتم در قفوتم هم قطعی گپ میزنم، در پیش هم همین گپ میگم در قفوتم هم گپ میزنم. به همون خاطر شیطانی این طریق گپو فایده نداره و این چنین بعضی از کارهای را دیده استیم کشیده است. من واقعا هم یگان گپ ندارم. بار دیگر میگم که بعضی از افرادی هستند که از بدن اونها نبودنشون بهتر است در مبارزه و حرکت، چون که از شخص فحاش، از شخصی یعنی که به عقل دیوانه یگان منفعت نیست. افرادی که یعنی که والله قسم زن حسین حقارت میکردن، والله قسم حونیسی میخورن زنشا اوچشا لوبش حقارت میکردن. امروز برادر بهترینه در پیشه. چیش بگم دیگه؟ من میتونم پر ندارم. حوزی حقارتش میکرد 24 ساعت حقارتش میکرد. حوزی برادر بهترینش میدونه. همین طریق آدم رو من نمیتونم فهمیده. یعنی من کارم سیاسته ولی سیاست شیطنت ندارم. گوش کردین چی میگه اقبال؟ на самом деле алмаз до 3 нафар дига ман номашон нагирифтам наметавонам фикр бинам ки Соқофаев Ҳусейн Ашур сарфоиза нест, девона не бо. иқбол бо ман гуфт ки Ҳусейн Ашур як девона одаме тупой